امروز از یک حملات استشهادی دنیا بلرزه است یا نیست مردم؟ بگوید. اثر صفت الله متعال در عقیده انسان چی تغییرات میاره؟ مردم وقتی که دنیای کفر میگه مجهز با وسایل مدرن است، پیشرفته و ترقی یافته است، اسلحه داره، فوج مکمل داره. امی فوج مکمل در زمان رسول الله بود. اهل روم در جنگ تبوک وقتی که رسول الله حرکت میکرد در مقابل از وا خبر شده بود که او تحری میگیره، علیه ما حمله میکنه. رسول الله حرکت کرد با قبل از اینکه وا حرکت کنه. 100,000 فوج داشت. رومیا 100,000 فوج مجهز تربیت یافته داشت با سلاح‌های پیشرفتی امو زمان. صحابه فقط شمشیر و دودان اسب حرکت میکنه در مقابل رومیا. چه چیز باعث بود که مردم وادار میساخت در مقابل رومیا بجنگه؟ چه چیز وادار ساخت که 313 نفر در مقابل 1000 فوج مجهز و جوش و خروش آمدگی و سرگردگی ابو جهل و در میدان بدر در سر چشمه ها جشن میگیره؟ 313 نفری که برای کمین آمده بود، نه اسلحه بود، نه این چیزام، نه غیر منظم. چی چیزی ها را وادار بسازه در مقابل طاغوت و کفر استادگی کنه؟ عقیده داشتن که ان الله علی کل شیء قدیر. عقیده با چی داشتن؟ ان الله علی کل شیء قدیر. امروز دنیا با اینمی وسایل پیشرفتیش میتونه مقابله مسلمان بکنه، به شرطی که در بین مسلمان منافق و چاپلوس پیدا نشه. به شرطی که مسلمان از قرآن عقیده گرفته باشه و میدانه عزت و ذلت خود از جانب الله میدانه، نه در مادیات دنیا، نه در چاپلوسی دنیای کفر شرق و غرب. مسلمانی که به قرآن تربیت شده، نمو کرده، او مسلمان همه میگم. مسلمان که درس قرآن گرفته، مولا صاحب امروز که تمام بدبختی ها پیش میشه. اگر کسی کمونیست شد یا نصرانی شد از دست توست، خیانت به این ملت کردی، این کتاب الله را پوشاندی، در سر تاق ماندی، فقط کتاب ختم جور کردی. روزی پنجشنبه 2 پیازی تا زده برو. این کتاب الله را فقط ذریعه 2 پیازه جور کردی، خیر و خلاص. دیگه این کتاب کدام انقلاب و تغییر نمیاره. امروز که تمامی بدبختی ها پیداست، اول عاملش کیست؟ بگوی علماست. کی است؟ بگوی علما که کتاب الله را خیانت کرده، خدمت نکرده، پوشانده، گذاشته. ملت با این آشنا نکرد که کدام کتاب است. چی تصور به ما میده؟ ما تصور گرفتیم که مسلمان کسی شکست داده نمیتونه. اسلحه که با مسلمان است هیچ کس نداره. پیشرفته ترین اسلحه امروز از یک حملات استشهادی دنیا بلرزه است یا نیست مردم؟ بگوید.